و بیت به قصر در چی است بالاترین جای جنت من زمین میشم برای همون نفری که چیکار کنه که اخلاق حسنه داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، اخلاق نیکو داشته باشه. اکثری بعضی از ملک هایی که امروز در دنیا مسلمان هستند، اندونزیا و مالزیا و دیگر همه جا چی است با واسطه چی است همین تاجرای مسلمان شدگی هستند، رفتن اخلاق خوب مسلمان ها را دیدن که دروغ ندارن، دیدن که خیانت ندارن، دیدن که فریب ندارن، همه چی است مردم اخلاق را دیده مسلمان شد. در اکثر جاها مسلمان ها چی است با اخلاق خوب شون قطعی بدینا دیدن اخلاق خوب مسلمان شدگی هستند. ولی از گرمانیا نقل کرد اونلو یک نفرم همسایش یک ترکی مسلمان بوده است، از مردم یک مسلمان نیستن نکرد. یک روز فرزندش میگیره قطعی خودش میگه کلمه را عرضه کنیم ما مسلمان شیم. به خاطر چی؟ میگه به خاطر که هر سحر که من میبینم فرزندای شما که به مکتب میروند تو دهن در میان، از دهن در دست همون مادرشون بوسه میکنن، در پیشونیشون میگذارن، دستو پیشی بر از مادرشون دعا میگیرن، مکتب میروند. در اومدن هم پدر و مادر همین خیلی احترام میکنن، دستاشون بوسه میکنن. هیچ کافری دنیا در هیچ چیز وجود نداره، هیچ کجا در وجود نداره. امروزش هم که باشه بسیار درستی امیر علمی در قشلاقا و در همون جای دوردست یا شهر بیرونش جوان قریب نداره، جوانا قریب نیستن، همون سه چهار تا پیری همه موندگی هستن، همون کمپیر مسفید هستن، چند در همون جا حیات بسر میبرن، زندگی میکنن. یگان جوان در بین اونها چی است وجود نداره. که یک مرد در همون درون خونه چاکش میخره، عرقش میمره، بعد 5-6 روز بعد بو تفش که برآمد، بعد عرقش میار میبرن یعنی مش میکنن. اینه دختر کجا، پسر کجا، تعلیم و تربیت کجا. انا که فرق مسلمانی را از غیر مسلمانی ببینید چقدر از زمین تا آسمان است. اسلام چی میگه؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. اولین چیزی که الله بعد عبادت خودش تاکید میکنه و بالوالدین احسانا، با پدر و مادرتون نیکی کنید. در خدمت پدر و مادر ولا تقل لهما اف، در خدمت پدر و مادر اف نگو. نجاست میکنه، باول میکنه، میشوی، پاک میکنی، با دستت میکنی، در خدمت همون یک مراتب اف نگو. کمترین چیزی که هست همین حرف است، اف، الف فی، همین را نگو. میگه پوف نگو، توف نگو، چهرت ترش نکن. یک مراتب اف گفتی و چهرت ترش کردی، عبادتوی کردگی همش برباد میروه، همش برباد میروه. همچنانه که در خودی مادر تر شوستد، به نمازی کردی، شوستد، پاک کرد، تازه کرد، در آغوش گرفت، سینه‌ش در دهن تفلک شیر داد، از جانش تا میگه پدر و مادر هم خیلی خدمت بکن. اما در او چی؟ میره نه پدر نه مادر. که مرد خبرش میتن، در همون مردش هم که بیاد طرفی اون نمیره، هم گروه چوش میکنن سینش نمیره، یا همون جای میسوزوندگی میبرن، یا قصید خوکسترش میگیره بعد میبره در یک اونجا میپرتوش میره. انا فرق اسلام از غیر اسلام ببین چی قدر است، چی مقدار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت با یک قصر در بالاترین جای جنت ضامن میشم برای کسی که اخلاق نیکو داشته باشه. حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمون بیان میکرد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ان المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجه الصائم والقائم. عایشه مادرمون میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر آینه مؤمن به حسن خلقش، به اخلاق نیکوش میرسد به درجه کسی که صائم و قائم است. نفری که روزه به روزه میگذراند و شب به نماز. آدمی است که از سحر تا بگه دایم روزه دار است، از شب تا به روز نماز میخونه. و آدمی است که فقط اخلاق نیکو داره. همه اخلاق نیکو داشتگی را پیامبر میگه چی است که اجر ثواب پاداش برابر همون کسی است که صائم و قائم است. صائم النهار است و قائم اللیل. انا برای است که سیم گروهش پیامبر گفت و ببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه.
انا همون قصر چی است؟ در بالاترین جای جنت برای کسی که اخلاقش نیکو کنه. انا همین اخلاق امروز البته که خیلی در بین همه ما شما میبینیم کسته شدگی. البته که در اینجا اهل علم کمبودی و نقصان از یا هست که کمتر میگن. اینمی کمترین فتواها رو روزگار داریم درباره همین یک دست آبگیری را، همین دست چی خیلی آب بگیرن تا مصفید 70 و 80 سالگی یک بار نشنیده است، ندیده است، نمیکرد، نه پروا داره. با اگر بگویم با یگان تریش میگه هیچی گپ نداره، همین هیچی گپ نداره و ایش در کار نیست. همین طریقتی رفته دیگه همه ترک مستحب شد. ترک مستحب شد رفته ترک سنت میشه. ترک سنت شد رفته ترک واجب، بعد ترک فرض، بعد به همین تمام دیگه. دل که سیاه شد پاگیده دیگه چی میشه؟ از همه خلاص میشه. ولی همین قاعده دستاگیری که میگه از در که در اومد از یک لو سر کنم. همین تا آب گرفته دست در معرکه که اومد تو پیش مثلا صدر مجلس، این طرف که اومد با روش این طرف بگردن و پشتونکی برای تا اخیره. همین خیلی قاعده. وقتی که تمام کردن طعام خوردن بود کردن، این دفعه اول از کلانتر میگیرن که کلانتر منتظر دیگران نشود. از کلانتر میگیرن بعدا تا اخیره میگیرن. و نفری که از این مجلس باید بخیزه بروه حتما به طرف کلانتر یک اشاره کنه که یک ضرورت دارم، یک کار دارم، سبک جوابش میتن برآمده میروه. اینا چی هست که همین کمترین آدابایی که در ما و شما بود امروز همیان نیستن دیگه. اقامت کن راه شرع نبی را، نفس تا هست میکن پیروی را. خدا خواهد زی بنده بندگی را، رسول خواهد زی امت پیروی را. نباشی بنده نوکی زبانی، که تا در نار دوزخ در نمانی. مشو ملا و صوفی شیخ صنعا، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. مسلمان بودنی تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. الله عزوجلال همه ما و شما را توفیق هدایت نصیب روزی بگرداند و بر هر چیزی که میگوییم و از علما میشنویم خداوند عمل کردن نصیب روزی ما بگرداند و از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم اهل جماعه ما و اهل خاندان و گذشتگان ما و شما را و آینده های ما و شما را پروردگار با نصیب روزی بگرداند و اسلام و مسلمین را در تمام کره زمین غالب و پیروز بگرداند و الله عزوجلال برادر محمد یوسف و برادر اکای رستم و دیگر برادران را خداوند در حفظ حمایتش نگهبان باشه و کسب کار عمر جانشان برکات عطا فرماید. سوال جواب کرده. خب سلام علیکم دوملا. از روسیه بعضی برادران زنگ زدن که کدام دوملا پراتسینت اجازت داده است. جوابی پورا کدام دوملا کی بشود؟ مجهول یا نداره؟ نه هر کسی که باشه اکل پراتسین خودش یک چیزی هسته که ریبا این باید قرآن حرامه. وقتی که خداوند در قرآن بیانش کرد دیگر چی از یگان دیگر دلیل حجتی داری وجود ندارد. و او یگان نفر گفته باشه ممکن یگان آدم یگان چیزی از پیش خودستگی. خب بنابرای کاری بود. حضرت امیر میگن غیر دین باشه با همون بفرم برای همون او هسته عباره هسته که مکحول گفتگی صحابه از همون بیان میکنه که همین حدیثی را که ریبا را میگه. خب لا ریبا بین المسلم و الحربی فی دارهم. ریبا نیست بین مسلمان و حربی در دارالحرب. دارالحرب جای روسیه را گفته نمیشه. روسیه بعضی مثلا شرایط آزادی داره که از مود زیادتره. دارالحرب جایی را میگن که در حالت حربی با مسلمان ها هستند. مثل نمو میانمار و بوچی و بیرما و مثل نمو جاهایی که بر مقابل مسلمان ها در حالت جنگ هستند. انا اونجا را دارالحرب میگن. انا دارالحرب ده بین مسلمان و کافر بعد اگر یگان معاملات ریبوی کنن و ریبو حساب نمیشه. دیگه این روسیه یا هم دیگه ریبو هست. یگان چیزی.
بارک الله خدا میارم